خب بازم درود میگم برای همه بیننده هایی که این ویدیو را در شبکه‌های اجتماعی دلیر ممالی میبینن. قسمت سومی وطن دیگر. شما همیشه از صحیفه من شاید موضوع تحلیلی و انتقادی را میخوانین و میبینین و اینجای پوشیده‌اش نیست که واقعا در این وطن، در این کشور پرابلم‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هست که من بیشتر قسمت اجتماع و فرهنگش دوست دارم که نظر و اندیشه و تحلیل و انتقاد بنویسم و بگیرم گاه ولی باید اینم نادیده نگیریم که این وطن در برابر پرابلم‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دارد مسئله و موضع و جا و مکان‌هایی که باید دوست بداره و واقعا بگویی که وطن دیگر است که در ساعت 2 شب ما در یک از جای‌های بسیار معروف این همون بلندی بحر نارک است در شورای دوشنبه کلاب که با خوراک‌های بسیار زیبا و معروفش از قبیل دنگیچه معروف است و ما اومدیم در این ساعت 1 شب در فضای امن، آرام، آسایشته دنگیچه می‌خوریم و بعداً راه می‌گیریم سوی دوشنبه. خدا کنه که همه بچه‌های بیرون از وطن دوباره به وطن بیان و دنگیچه را از همین موضع بخورن و آرام و آسوده به نزد فرزندان و پدر و مادرشون برگردن. دیدار در وطن تاجیکستان دیگر است.